سلام دوستان، میخوام نحوه حذف ذرات و پارازیت‌های محیط رو با دستگاه طلایی T6 بهتون نشون بدم که اگر توی منطقه دارین کار میکنین که خاکتون املاح و مواد معدنی زیادی داره یا نزدیک دکل برق فشار قوی یا دکل‌های مخابراتی دارین کار میکنین، چجوری بتونین دستگاه رو تنظیم بکنین؟ اولا که وقتی دستگاه روشن میشه با دکمه تنظیمات این دکمه نگه می‌دارین، وارد تنظیمات بشین. یک گزینه اینجا داریم به اسم دیلی برای حذف ذرات استفاده میشه. از 0 تا 20 عددش رو میتونین تغییر بدین. هر چقدر که خاک شما املاح و مواد معدنی بیشتری داره مثل سیلیس، آهک، سنگ آهن، سفال، خشت، ریشه درخت، بایستی که شما گزینه دیلی رو بالاتر ببرین. وقتی گزینه دیلی بالاتر میره از عمق و حساسیت شما یه ذره کم میشه ولی حذف ذرات شما خیلی بهتر میشه. عدد نرمال این گزینه بین شمال 8 تا 10 به نسبت نوع خاکتون میتونین تغییر بدین. گزینه حذف پارازیت‌های محیط کدومه؟ میریم روی گزینه پیج، میریم روی صفحه بعدی یک گزینه به اسم نویز فیلتر. نویز فیلتر برای حذف پارازیت‌های محیط. اگر جایی دارین کار می‌کنین نزدیک دکل برق فشار قوی یا دکل‌های مخابراتی هستین، با بالا بردن این آپشن، دکمه مثبت بزنید میره بالا. با بالا بردن این آپشن شما میتونین کار حذف پارازیت‌های محیط رو روی این دستگاه انجام بدید. یک مقدار وقتی این گزینه رو می‌برین بالا، مصرف باتری شما بیشتر میشه ولی کامل پارازیت‌های محیط شما هم توسط این آپشن حذف میشه. دستگاه T6 یکی از بهترین دستگاهایی که توی هر منطقه شما میتونید دستگاه رو طبق شرایط اون منطقه تنظیم بکنید و ازش استفاده بکنید.